بیاییم از اون جوانان شویم که رسول خدا فرمود وقت بنده مؤمن، بنده متقی، بنده پرهیزگار در داخل قبر گذاشته می شود، بالای سرش نمازش استاد میشه، طرف راستش زکات استاد میشه، طرف چپش روزیش استاد میشه، در پیش رویش اخلاق نیکش و اعمال صالح دیگرش صدقیش استاد میشه. وقتی که میخواهد از هر طرف عذاب به سمت این مرده نزدیک شود، از بالای سر نماز صدا میزند که از این طرف اجازه نیست، از طرف راست میرود میگه اجازه نیست که من اینجا هستم زکات، از طرف چپ میرود اجازه نیست که این مسلمان در هوای گرم و سوزان 16 ساعت و 15 ساعت روزه گرفته، اجازه نیست. از پیش شروع میخواهد به مرده نزدیک شود، صدقه میگوید، کار نیکش میگوید، اخلاق نیک میگوید، اجازه نیست. پس دوباره از اونجا بر میگردد و این مسلمان در داخل قبر، فرشته ها از پیشش سوال میکنند که درباره محمد چی گفتنی داری؟ سبحان الله.